بسم الله الرحمن الرحیم. بازم مکان قریه کارزنو مربوط به ولسوالی انجیل سایه تحت پوشش مرکز صحیح مسلخ آمدن به یک از خانه های دیگر که در اثر زلزله کلان ویران شده و شما مشاهده میکنین خانه های نشیمن کلان از بین برفته. دیگه او خانه های هم که سر پای خود استاده دیگه قابل شیشتن نیست، چون که خیلی از پایه ها و از سقف اینا درز کرده، امکان هر دم فرو رفتن هست که مثلا به زمین برسه. هیچ کس جرئت نمیکنه که دوباره به این خانه ها بیاش. مندم که هر چه زودتر به اینجا اقدام برای کمک برای مردم بکنن. دیگه کم تصویر میشه که از این خانه بگیرین و این خانه هایی که سالم هم مانده دیگه کلا حالا رفتن هم داخل از اشتباه. خب بازم خیر مشکل نداره، من میرم پناه به حضرت حق المبین. این خانه هایی که باقی هم که مونده کلا دیگه چیز نیه و خیلی خطر هم داره که ما داخل بشیم، چون که هر دم شاید هم اتفاق زلزله رخ بده. دیگه تمام خانه هایی که مز سر پا استاده و دیگه چیز باقی نمونده. انا همین رقم از پایه ها و سقف ها کلا خطا خورده. دیگه جای زندگی کردن اصلا به اینجا خیلی مشکل و تمام اطفال خانم ها اینا جای برای خواب ندارن، ضرورت به خیمه و غذا و امی حساب کتاب دارن، چون که خانه وقت فرو ریخته کلا تمام وسایل خانه از قبیل نان آرد هر چیزی که بوده زیر آوارها همگی زر شده دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. بیشتر شما تصویر مشاهده کردین دیگه. داخل یک از حویلی های بودین که توضیحات به شما دادم. من این مادرم همین حویلی هم مربوط به همین مادر میشه که از اونا سوال میکنم که به چی چیزای ضرورت دارن و در ضمن و باید چی چیزای بیشتر زودتر به اینا کمک بشه و خسارات هم که دیدین در کل هم خسارات قریه همگی در عموم همین رقم همین کامل قریه خراب شده. سلام مادر جان، خانه که از شما بود و همین تو تخریب شده دیگه چی گفتنی های داریم، چی خواسته های داریم از ما؟ به ما مونده نی پیشکی به ما مونده، هیچی نمونده. کودکان ما داشت ملاخ پته ما هیچی نداریم. به ما کمک خدایی بکنین، سرپرهی بریم. من مواسم ناجور شد و دشتم بردم یک کمه به تعم خرابی و ناله ایرانم که چه کار کنم به بستر کرده. شما خدایی کمک کنین، پیشکی و خوراکی ما نداریم، هیچی نداریم. خونه ما به زیر شده، هر چه داشتیم به زیر شد و ایرانه شد، هیچی نداریم. یک پیاله نداریم که حتی دونه قرصی بخوریم، خودی هم پیاله. دیگه ما به شما چی عرض کنیم؟ خیر بینین، دست به خونه خدا بزنیم، به ما کمک خدایی بکنیم دیگه. میبینیم ویرانه شدیم ما. مادر جود خانه که کلان تخریب شده، شما فکر کنم دو شب بیرو خواب بودین؟ هر شب از زمزله روز شنبه که زمزله شده تا حالی ما به دشت و بیاون بی خیمه و بی همگی اصلا هیچی نداریم. همین چادره خو کش کردیم، تکه و پاره شده امونانی به ته سرامانه دیگه. به ما چادر بخور نداشتیم، فرصت نشد که ما یک چادری برداریم به سرا. خو عروس خورید امین دادن بالی از این قدیفی خو پناه میکنم. هیچی ندارن، یک پیرنکشی ندارن که به برق کنم. خود من مریضم، نقصه ها خود ما این به شما بیام نشوندم که من چوخ در من نقصه دارم. مادر جان تشکر از اینکه خود ما صحبت کردین. انشاءالله که پناه به حضرت حق بلکه مشکل های همگی ما و شما رو خدا حل کنه. انشاءالله که ما پیام شما رو به تمام همه او کسایی که بالا دستن و میتونن کمک بکنن انشاءالله پناه به حضرت حق میکنن. به ما کمک نمیکنه، برای خدا شما میدین انگار که برای خدا به قرض میدین. خدا با این وزیر به شما بده که مال همین بی جا شدیم، بی جگاه شدیم، بی خونه شدیم، ویرانه شدیم، به دشت و صحرا موندیم. مادر جان ممنون شما که خود ما صحبت کردین. انشاءالله ما پیام شما رو به مؤسسات به تمام جاهایی که میفهمیم دسترسی به کمک دارن انشاءالله که با شما پیام شما رو مرسانن. دیگه همین امشب به ما خیمه برسونن که کودکان ما میموره و ویرانه میشن دیگه. ما چه کار کنیم؟ ما به کجا بریم؟ یک کاری بکنیم که یک سرپناهی به ما زودتر برسیم. خونه که از ما خلاص دیگه. یعنی میبینی خونه ما خود شما دیگه. صحیح پیشتر هم تصویر همگی مشاهده کردین کلا قریه که 200-250 خانه شاید بالاتر شاید هم پایینتر باشه همگی همین رقم به تل خاک مبدل شده و مردم مشکلات زیاد دارن. از شما همگی خواهشمندم که هر چه سریعتر حداقل سرپناه مثل خیمه و همین چیزا رو بازی مردم فراهم کنن، چون که بسیار هوا سرده. تپلک‌ها اینا پیشتر ما دوست داخل از او زمینای که چرد پیش و اطراف از قریه بوده که نگاه کردم همگی سرماخورده ان، مریضن، نیاز به دارو و دوا دارن دیگه. این تصویر بود که از این خاله جان و از این سرا اینا گرفتن که کلا به یک بیرانه مبدل شده و نیاز عاجل به کمک دارن.